سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید از چنل خودتون. رفقا اومدم رو اکانت دومم داشتم پلی میدادم و حالا یه کاری داشتم رو اکانت دومم و الان این که لولش 29 و این داستانا اومدیم رو اکانت دوم. اومدم که بهتون بگم میخوایم بریم با هم دیگه بررسی کنیم تغییرات سیزن جدید و نه اون تغییراتی که همه جا دیدین، مطمئنم رو همه جا دیدین، یه تغییرات جزئی که در حد 5 دقیقه میخوام باهاتون در میون بذارم. فکر کنم همتون یا اکثرتون بدونید که قرار مومیایی داخل بازی بدونم چی، مومیایی آپگریدی قراره بریم اونو با هم دیگه بررسی بکنیم، هلمت ها و بکپک ها و خود مومیایی، و بریم مچ و ببینیم کلا ظاهرش چه شکلی هست. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، چنلم سابسکرایب بکنین چون خیلی به حمایتتون نیاز داریم و ساب کردن شما به ما خیلی انگیزه میده. و اینکه دیگه بیشتر از این نمیخوام سرتون رو درد بیارم و وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. برو بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب رفقا، همونجوری که دارین داخل تصویر میبینین سیزن بعدی قراره یه ماشین به بازی اضافه بکنه که حتما ماشین خیلی خوشگلیه. با این اسپرا میتونین ماشین خودتون رو رنگ‌آمیزی بکنین به رنگی خودتون دوست دارین و اینم چهره ماشینه که واقعا حرف نداره، خیلی خوشگله. من به شخص خیلی از این ماشین خوشم اومده. و اینکه داخل سیزن بعدی قراره 5 تا التیمیت اضافه بشه که این 5 تا التیمیت قراره که خفن ترین التیمیت ها باشن. اینجا میبینیم ولی به صورت کامل چیزی ازشون فاش نشده و حالا به همراه یه اسکین M4 که زیادم جالب نیست. صفحه چرا اینجوری میشه؟ به همراه یه اسکین M4 که اصلا زیاد جالب نیست قرار اضافه بشه. و اینکه 5 تا التیمیت دو تا چهرهاشون اینجا داریم با هم دیگه میبینیم که واقعا یکی خوشگل‌تر و بهترین کاراکترها و بهترین تزیین چهره رو داشتن و تونستن توی گرافیک و ریزه‌کاری بهتر عمل کنن و خیلی خوشگلن دیگه، واقعا خیلی خوشگلن. طراحی چهره عالی بوده. یه نمای کلی اینجا داره از کاراکترها نشون میده که واقعا حرف ندارن. بهترین کاراکترها قراره باشن، بهترین کاراکتر التیمیت. فقط نمیدونم چرا این کاراکتری که هم موش درازه. آقا قراره بپردازیم به مومیایی آپگریدی. پشمای همه میریزه. مومیایی آپگریدی قراره وارد بازی بشه. سیزن بعد گفتن که قراره وارد بازی بشه مومیایی آپگریدی. حالا که داخل تصویر داریم میبینیم واقعا خیلی خوشگلن. با هم دیگه میریم داخل مچ میبینیم که چه شکلی هستن. داخل مچ این شکلیه. واو خیلی خفنه. این فکر کنم داخل پابجی چینی هستش و قراره داخل بازی هم اضافه بشه. پابجی گلوبال این گلایدرشه که وقتی لول بدین این شکلی میشه. واقعا یه لباس جمع جور و خوشگلیه، خیلی خوشگله. داریم ما هم دیگه میبینیم داخل مچ این شکلی هستش و یه چیزایی از این بیل بلک ها همراه خودش داره که واقعا خوشگله، خیلی خوشگله. پشمای آدم میریزه، واقعا خیلی خوشگله. و قراره الان با هم دیگه بریم لولاشو با هم دیگه ببینیم که ببینیم لولاش چه جوریه و داستانش چیه و قراره چه شکلی باشه. من که این لباس خیلی خوشم اومده. ببینید چهرهشو، واو خیلی خوشگله واقعا. اگه این اضافه شه فکر کنم یکی از بهترین ایکسوت ها بشه. 4 تا ایکسوت داریم که خیلی خفنن. 4 تاشون هم ایکسوت فرون و کلاغ و پوسایدون و یخی است. اینجا یکی اومده نقاشی کشیده که واقعا نقاشیش هم حرف نداره، یعنی اینقدر تعظیمش خوشگل بوده و خوشگل و خفن کشیدتش که گفتم براتون بذارم و اینو پیدا کردم و یه همچین داستانیه، یعنی همچین چیزی قراره به بازی اضافه بشه و لولاشو با هم دیگه در آخر میبینیم. یه چهره کلی بخوام بهتون نشون بدم همچین چیزی هستش که خودم خیلی خوشم میاد و امیدوارم که بتونم سرش یوسی بزنم و بگیرمش. آقا بریم لولاشو با هم دیگه ببینیم، لولاش که قراره خیلی خفن باشه. خب بچه اینجا داره هلمتاشو بهمون نشون میده که هلمت لول 3 است. دوش هم با هم دیگه دیدیم، یکیش هم زیاد جالب نبود ولی هلمتاش هم به ایکسوت میخوره. اینم بکپکشه، بکپک لول 1شه. و همراهش یه دونم گام میاد که این گانم واقعا خوشگل آپگریدیه. حالا نمیدونم این قرار اضافه بشه یا نه. P90
قرار اضافه بشه یا نه اینو نمیتونم تاییدش کنم، ولی این همچین چیزی گفتم و قراره که اضافه بشه. گفتم حالا نمیدونیم واقعا قرار اینا اضافه بشه یا نه، ولی ما گفتیم واسهتون ویدیوشو بسازیم و نشونتون بدیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. عشق منید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اینکه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگر از این سبک ویدیو خیلی دوست دارین حتما داخل کامنت ها واسمون بنویسید و اینکه نوکرتونم و تا ویدیوهای بعدی. عشق داداش، خدا نگهدار.